سلام بچه‌ها، به چنل من خیلی خوش اومدین. اولین ویدیوییه که من میخوام آپلود بکنم داخل یوتیوب و کلی فکر کردم که بیام اولین ویدیو رو چجوری بگیرم معرفی بکنم، ولی خب از اونجایی که به هیچی بزنم نرسید واقعیت گفتم که یه ولاگ روزانه از این داشته باشیم و بریم ببینیم که چطور پیش میره. خب من الان میخوام برم آماده بشم، یه میکاپ کنم، آماده بشم بریم بیرون. امروز برنامه میخوایم بریم سمت باغ ایرانی، بریم اونجا یه ولاگ خوشگل براتون بگیرم، چون مثل اینکه توی این ماه توی این فصل کلی گلای خوشگل و رنگ و اینا داره. بریم یه سر بزنیم ببینیم که چه خبره. آیس آمریکانو گرفتم و آیس کارمال گرفتم. اینجا منه من فرویات ریگونا اسمشه کنون داره میدونم اسم سخت تو بهم بگو. نه قرمز چیز افسو نه تنه قرمز اسمش چیه؟ من افرویات ریگونا ما تو صداش میزنیم کویتیس. اینو برای تو نوشته بخون. یک خواست با ما نشستی کاکا میکل گرفته. استفاده کن خوشمزه است. آیس کارامل ماکیاژ. من بهت گفتم آیس لته بگی. گفتی آیس کارامل؟ گفتم آیس لته. تو ویدیوش هست. به خدا گفتم. به خدا ویدیوش هست. اولین بار بود دلم چیز شیرین نمیخواست بسازم، گفتم آیس لته. بیا اینو بکن. اوکی. کجا داریم میریم؟ چرا داریم میریم باغ ایرانی؟ چون که اینجا شلوغه، میکروفون یادمون رفته بیاریم. ما میکروفون نداریم. چرا دروغ میگی؟ اصلا بچه ها ما میگیم بچه تو قهوه من کپک هست. نه یخ بودست از این بومبستایی که تو دوست داری دوست داری تو دهکه دوست داری. بریم بیا. من این بومبست رو نمیگم، میگم دوست دارم بومبست. گفتم دوست دارم خونم تو بومبست، توی کوچه بومبسته باشه که مثلا بومبستش از اینو نباشه، قشنگ پرت و پهن باشه، بعد خوشگل پر درخت و اینا باشه دیگه، که مثلا کسی نیاد داخل کوچه. نه کوچه برای من باشه، واسه میگم بومبست. کوچه دلت میخواد؟ کوچه دلم میخواد. کوچه با خونه. خونه خودمونم الان توی یه کوچه ایه، ولی کوچه‌اش مال من نیست. باشه واسه همین بومبست دوست دارم. بچه‌ها لایک سابسکرایب بزنید به ویدیو، کامنت هم بذارید، کامنت انگلیسی هم بذارید که یه کوچه بخریم ما. نگاه این چقدر ترسناکه. وایسا بذار برو بعد خب زوم بشیم. ترسناکه دانش؟ آره. داشتی میگفتی چرا داریم این باغ ایرانی؟ آها چون که چیزه مثلا اینکه تو باغ ایرانی الان فصل گل لاله است. آره فکر کنم گل هلندی. تو این فصل پر از گل لاله و حالا یه سری گل‌های خیلی خاصه و خانم. بچه‌ها بهش میگن هلند، مثل هلند میشه. سکوت قد اصلا هیچ امنیت و آرامشی نداره اون پارک. حالا می‌بینیم بچه‌ها واقعا مثل اینکه مثل هلند هست و که مثلا فصل گل و اینا زیاده، یعنی گل داخلش زیاده، گل‌های مختلف و رنگ و اینا. مثل اینکه تو باغ ایرانی هم توی این بعد آره مثل اینکه مثل هلند میشه، مثلا پر از گل‌های خوشگله. مثلا این براتون ویدیو میگم میشه.
اسمم فقط گفتم. بنبستایی که دوست داری. به خدا همین بنبستایی که تو دوست داری. برو از کات بیرون. از همون بنبستایی که دوست داری. تو شاید با ما مسخرهش کنیم ولی مسخره نکردیم. این آدمان دیگه که واسه وظیفه هم مسخره کردن بقیه است. خجالت بکش. چرا ساکت شو؟ اینجا باید کلی حرف بزنیم. چون همه با هم خجالت کشیم. زمستون اینجا درختاش همش میریزه دیگه. درختا میریزن چی اسمش؟ برگریزون. آره. میگم قبل از هر چیزی میتونی به حساسیت سلام کنی. همین الان من سلام دارن گردافشانی میکنن. خودمون قرار حامل شیم نه این درختای عزیز. از اینا میخوردیم بچه بودی؟ آره. الان من دیگه جرئت نمیکنم بخورم. البته که آلودگی هست. بیا. خب باغو یه معرفی بکن. وسطش هم زمستونا رو میگفتم. آره. زمستونا اینا که برگاش میریزه واقعا هیچ کس باید چیز داشته باشی میای اینجا. جیگر. شبیه 8 بهشت اصفهانه نه؟ آخه گوربا. سلام. ببین. سلام. دست نزنی ها. ویروس میگیری. بیا دیگه پاشا بیا. بیام تو صورتش. چه خبر؟ چقدر منطقی نشستی؟ چه قشنگ نگاه میکنه. بریم. اینجا مسیر زمین بسکتباله. این بریم. میخواید عکس بگیرید میگم پا گلوش زیبا کن. بیافتید و بقیه مسخره‌تون کنن. بیاید اینجا. میگم اینجا گل قرار بود باشه. چرا؟ گل هست گل اون یه گل رو بدش نیست مطمئنم گل. گله گل بوده. شاید در نه نیومده. گل بوده. تموم شده. یعنی چی تموم شده؟ اردیبهشت ما گفتن اینجوری هنوز که اردیبهشت تموم شده. اولاش اون شده هیچ گلی نیست. نه اینجا پره گل قرار بود. با اینجا هیچ چی نیست. همش اینجوری زرد شده. آره همه گلا ریخته. این جلوتر شاید بازم باشه. فکر کنم فیک نه. بسکتبال باشه. خیلی بازی کنی. اوه صدای توپ اومد. خوشحالی؟ این خانوم تو حوزه اینستاگرام فعالیت میکنه. چی شد که سعی کردی حمله کنی به حوزه یوتیوب؟ اوه نه شد. کاش بذاره قشنگ‌تر. خب دوست داشتم مثلا مثل یه آلبوم دیگه. منم میندازی تو ویدیو. بله بفهم. داشتم مثلا یه آلبوم بشه دیگه. حالا بعدن مثل آلبوم فیلمی دیگه. یعنی مثلا برای خودمون فقط آره مثلا من تو یادم میره کجا میریم چی کار میکنیم. مثلا من ترجیح میدم که به صورت ویدیویی باشه. بعد احساس کنم که کلی هم دوست پیدا میکنیم. خوش میگذره. و پول البته. خب اون کی بدش میاد؟ تو بدت میاد. پولا رو همش میاد تو حساب من. دلارا کامنت بذاری دلارا تو کشه. اینجا چقدر چیز داره. بیا من دوست چقدر اینا خوشگله. دکور بگیریم. دکور از اینا دوست دارم. برای دکور چه؟ دست کاپیتان آمریکا نیست. کوش کاپیتان آمریکا. خوش چون دستش جا نشده. یعنی چی؟ دست کاپیتان آمریکا رو قطع کردیم به خاطر تو اگه کرکتر توینا بود کرکتر توینا میدونی کدومه؟ استرها؟ اصلا چرا؟ اصلا هم مسترب تو نیست. اصلا همین بودی. اینو نگاه چه ترس پاشمه خیلی نه من از اینا خیلی دوست دارم.
اوه آدم هست. سروسا کاکره واکی و یاشی این کراش من بود. من میگم شبیشی. ببین خدا شبیشی. مثلا من کجام شبیه این کره‌ایه باشه آره هست موهاش مشکیه ریش نداره ولی اصلا موهاش معلوم نیست. حتی کلاه میزنی خیلی شبیش میشه. مسی چقدر جدیه. مسی نیست. این فکر کنم رضا پرستشه. میشه واکی وایشی رو برام بگیریم بذاریم تو رضا خونه. پرستش آره. ماسک کاپیتان آمریکا رو میخوام. ماسک چکش تورم میخوام. ببین اینجا یه سری معما بود یه بار خریده بودم حال کردیم همش هم حل کرده. خیلی باحال بچه یه همش حل چیز کرده. بود این اونوری نمیشه. اصلا ما یه بازی گرفتیم که خیلی یه بار قشنگ راجع به بود. اون چیزا ما تعریف یه بود. بازی گرفتیم که خیلی قشنگ بود و هیچ وقت هم بازیش نکردیم. نه اونو نه. هیچ وقت نفهمیدیم. یه معمای دیگه هم گرفتیم که هیچ وقت نتونستیم حلش کنیم. نه اون معما رو بگو که ما آدمای باهوشی نبودیم. بگو معما رو بگو که خیلی باحال بود. چقدر خوشگله. کدومش؟ جک. او جک ریپره. واه. شبیه اصلا کلا چون جک قطبه. برفیه. نه. اصلا حال دوست جک داری. ریپره. چیکار میکنی؟ ببینم. جک ریپره. جک ریپر یه قاتل قدیمیه که همون زمان دقیقاً همینجوری اون ویکتوریایی. آره جک قاتل بوده بعد اینجوریه. همین؟ یه جک قاتل بوده؟ داستانه. نمیدونم کی نوشته توش. هیچ اطلاعات مفیدی ندادی. حالا که فرا گفتی بیا اینجا. میگم یه لحظه اینو نگاه کن. چرا سیندرلا اینجا گنگه بیا. سیندرلا نیست. جفتیش. سمت چپیش. باشه. بچه ها یه اینا چیزی هم بهتون دو. نشون بدم. نه شلوار یکیشو با هم. اینجور چیزا. نه خیر نه خیر. نه خیر. چرا؟ اصلا این چیزا خوشم نمیاد. چیه دختر نفت خونه و اینا بود. عاشق این خونه کوچولو هست که بره توشون زندگی کنه. مخصوصا این اصلا آشپزخونه داره صندلی داره. دوست داری؟ نه خیر. خیلی واقعا دوست داشتنی آخه. نکن. چیکار میکنی؟ همین دازم همون بیرون. اون بریش کن بیا. یه لحظه منو ببین بهترین کتابی که میتونی معرفی کنی چیه؟ جدی بگم؟ جدی بگم. یه چیز مفید حداقل باشه. چی؟ هدیه عقاب از کارلوس کاستام. یه الو من جوجو هم خیلی باحال. یا نه چیزم باحال واقعا کتاب قشنگیه. چی پی پیو چی؟ اون کتاب قبلی که گفتی و یه سررشته میگه مختصر متافیزیک فلسفی که متافیزیک پیش چقدر پیشنهادش میکنی از 10 تا؟ خیلی. به کیا پیشنهاد میکنی؟ من چون همین هم که بخوام به بقیه پیشنهاد نه به چه تیپ شخصیت های معرفی؟ همه به نظرم زندگیشون باید بخونم. چرا اینقدر دختر کشت و زکی رو دوست داری؟ چون خیلی قهرمان قویه. بذارش ترجش. زاها حدید؟ میدونی کیه؟ یکی از همون خواهرای جندال کنر و ایناست دیگه. نه این معمار خیلی فخمه. زاها حدید آره زاها ما این کارو شروع کردیم. اصلا کلا یه راز نگاه کن. روسلی رئال فهم من دارم توضیح میدم. لینگام خوبه بچه. این سری کتابا به نظرم واقعا
جریانش نمیدونی؟ جریان کتابا رو مؤسس این کتابا خب یه آها. خانم تقریبا 30 سال است خب اسمش یادم میاد اسمش رو براتون باید میذارم پایین به جای اینکه مثلا بیاد داستانای تخیلی اینا درست بکنه داری میگیری اذیت میکنه داستان تخیلی درست بکنه به طور کاملا بچگانه اومده شخصیت ها رو معرفی کرده خب مثلا اون یه معمار خیلی خفن بوده این هم مثلا کوکو شنل رو میشناسیم همه بروس لی هم که میشناسیم کوکو شنل چیه؟ کوکو نه کوکو یا ما رو عقل‌تر همه با هم کتابا رو خودت در از کجای خودت رو خب بعد مثلا چیز داده به طور خیلی انیمیشنی تو خیلی قشنگ اینا رو معرفی کرده بعد مثلا مفیدترین چیزیه که بچه‌ها میتونن موافقی بچه‌ها میتونن بخونن به طور از خیلی چیزای مزخرفه آره خیلی باحاله شاید مثلا این خیلی قشنگ نکن جود بیلینگام میشناسیدش بچه ها؟ انقدر قشنگ راجع به ظاهری مثلا نوشته و اینا شغلش انقدر قشنگ معرفی کرده و از اون خیلی میتونه بچه ها کمک کنه که چقدر به چه رشته اینقدر بچه ها محمد سلام هم دارن من مسخره بزنی رشته کلام یادم میاد رو ببخش عذرخواهی میکنم کتابای خوبی برای بچه‌ها که بخوام ببینن چیکار دوست دارن بشه بسیار هم عالی نمیدونم تو افتادم یا نه انقدر بده دوست دارم مثلا یه کتاب خونه داشته باشیم مثلا من نمیخونم تو کتاب میخونی مگه؟ قرآن من 1000 تا کتاب بهت معرفی کردم هیچ کدوم رو نخوندی چیز میشه چی میشه؟ خستم نه اینکه خستم میشه ها بعد بیافتم رو دورش تا بتونم بیو ادامه مثلا ADHD شدید ADHD بیماری بدیه؟ جدیدن افتخار شده نه جدی ADHD کدومه؟ ADHD همون که پیش فعالن دیگه آره مثلا پیش فعاله بچه اینجا رو بذار بگیرم ببخشید این لاستافاسه آخرین بازمانده از ما از کی؟ از ما